در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک یک سلسله شاعران و ادیبان نقش ماندگاری برای امروزیان باقی گذاشتند. سرمد یک از شاعرانی بود که در عمر کوتاه خویش توانست به خلقها راه یابد. بهترین اشعار را برای امروزیان به میراث باقی گذاشت. ماه دکبر سال 2023 با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین یک گروه همدیاران شادروان استاد سرمد و با مساعدت تلویزیون سیمای شهر پنجکین برنامه‌های گوناگون وابسته به 75 سالگی این شاعر زنده یاد و یک جمامت باشکوه دایر گردید. ما تصمیم گرفتیم که برای گرامی داشتی یادی سرمد شوریده دل با دوستان، برادران، اهل ضیا و آنهایی که او را دوست می داشتند مصاحبه های نوبتی انجام داده در برنامه نوبتی یاد سرمد با آنها صحبت کنیم و بار دیگر شمع خاطره سرمد را فروزان گردانیم. مورد ذکر است که درباره سرمد ساکنان جمهوری ازبکستان از جمله جورابای شریفوف از شهر باستانی بخارا، اصلدین رحمتوف از شهر باستانی سمرقند و دیگر مخلصان شاعر از او به نیکی یاد کردند. قرائت شعر از طرف فیروز عبدالمومینوف و دیگر مخلصان شاعر واقعا دلانگیز بود. طلای واژه ها را پیش پای مادر افشانید، طلایی که درون کانهای سینه پیدا شد و روشن‌تر ز خورشید درخشان است که اجاز دل مهرآفرین هر یک انسان است. سخن نامش گل حرف درخت شعر را در پای او ریزید که او همرنگ یزدان است، سراپایش ز نور مهر رخشان است. حریر بیت ها را گسترش سازید که آزار نیابد تا کف پایش، بماند روی دیباها قدم هایش. همه گنج زمین و آسمان ها را ببخشیدش، برای یک شب بیداری مادر نمی ارزند، برای یک دمی شبداری مادر نمی ارزند. همه گنج زمین و آسمان ها را ببخشیدش، برای بیت اعلایش نمی ارزند، برای اشک شبهایش نمی ارزند. همه گنج زمین و آسمان ها را ببخشیدش، برای جنبش گهواره سبزش نمی ارزند، برای جنبش یک لحظه نبضش نمی ارزند. ضمن صحبت یکی از روزنامه‌نگاران شناخته دیار باستانی ما، سرمحرر روزنامه زرافشان لقمان قربان، طبیبان شناخته امید جان رحیموف، سلیم جان یونوسوف، یکی از دوستان و پیوندان سرمد عبدالحمید شریفوف، ساکنان شهر و دهات پنجکین، شاعر محسون، ساکن دهه زیبان علی جان مرادوف، یکی از آموزگاران شناخته نماینده ساحه فرهنگ ابراهیم جان یوسف بیکوف و دیگران ضمن سخنرانی های خویش از سرمد شوریده دل با یک افتخار یاد کردند. همزمان در این برنامه ما تصمیم گرفتیم که چند سرود و ترانه هایی را که اهل صنعت و هنری تاجیک با یک مهارت والا از اشعار استاد سرمد ایجاد کردند برای شما منظور سازیم. بسیار آدمان شعر سرمد، نوشته‌های سرمد از یاد میتونم، با اخلاص پلان داشتن هم در زندگی و هم پس از مرگش. شخصا من با سرمد زمان تحصیلات در دانشگاه عالی شناخته شده بودم. در خاطرم است که سرمد هنگامی در
دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کردم. با روزنامه معارف و مدنیت اون سالها هم گونه نام داشت روزنامه. با این روزنامه بوریسو بیردی و رحمتی سربری میکردم و اما که من با وند سپتینوف هم در همین درگاه در زمان بوریسو بیردی و کاتب مسئول روزنامه و بعدم سرمحرر روزنامه آموزگار شده کار کردم. ما با سرمت در همین روزنامه بسیار واخوردیم. همکاری میکرد با روزنامه و در همینجا کار میکرد و یک جوانی بسیار عادی، یک آدم جوانی بسیار کمگپ، یک بسیار خودسار، مهربان در این زمان بود. من که با روزنامه مورد مدنیت همکاری داشتم، آن زمان با خوابچه وقت من موادهای اگنتی APN اگنس پیشرفت ناواسطه بود، یک اگنتی بود. بسیار مقاله های جالب، موادهای جالب چاپ میکرد درباره همه سوالهای خارجی خلق، درباره سیاست هم، درباره اقتصادیات هم. و اما کم به من بعضی از همین موادهای جالب میگفتن که ترجمه کرده با ما پیشنهاد کنم. و هر بار که من مواد ترجمه کرده با اداره روزنامه میرفتم، با سرمت رو میخوردم، پیش از من با سرمت رو میخوردم که در یک کابینه در یک گوشه نشسته، همیشه با کار ایجادی بند بود. بعد سرش ادبیات توجیه بسیار میراث پرهنر باقی گذاشت. و امروز من میبینم که بسیار مردم، خصوصا مردمی همین شیردوست، ادب پرور از بیت‌های جاویدانی سرمت میدارم، اقتباسات میدارم، میخونم، ورد زبان میخونم و با اجازهش بهای بلند میتیم. من میدارم که سرمت سالهای زیاد در دیه زندگی میکرد به سبب سلامتی، بعد شدن سلامتی پایتخت را ترک کرد و آمد به همین دیه و در همین دیه هم و ایجاد مشغول شد و نوشتن شعر که میراث بزرگ جاویدانی او از همین شعرها عبارت است. من همیشه یاد سرمت میکنم، یاد همین مردم همین دیه بسیار بلند غزه میکنم که مردان بسیار پرمهر و صداقت دارد، مردان قدرشناس، مردان مهربان دارد، مردم بسیار همت بلند و انسان‌های مهماندوست و قدرشناس هستند این مردم. و خود همان خصلت و رفتار و همت بلندی و ذخاوت بلندی همین سرمت هم نشانی از همین نشانه‌های و خصلت‌های بزرگی مردم سربلند غزه است. ما همیشه سرمت را یاد میکنیم، ما همیشه درباره سرمت فهم میگیم، ما همیشه خصلت‌های نیک این مرد شریف را به خاطر میبریم. دو بهشت داشتم در روزگاری خیشتم، بطن مادر آن یکی بود، دیگر دامانی او. طفلی و بوی بهشتی را نمیابم دیگر، بوی طفلی بر مشامی هر کسی یک بار بود.
بیا ای مادری غم دیده ای من قدم هایت بروی دیده ای من بیا ای مادری غم دیده ای من قدم هایت بروی دیده ای من بیا ای متکای روزگارم نوازش کن سری شوریده ای من بیا ای متکای روزگارم نوازش کن سری شوریده ای من جان نوازش کن سری شوریده ای من سرودی الله خان ای مادری جان بگوشم چون بگوشی طفل گریان سرودی خان که بین مایم فراموش دمی غم های دنیای پریشان سرود خان که بین مایم فراموش دمی غم های دنیای پریشان جان دمی غم های دنیای پریشان بیا ای مادری غم دیده ای من قدم هایت بروی دیده ای من بیا ای مادری غم دیده ای من قدم هایت بروی دیده ای من بیا ای متکای روزگارم نوازش کن سری شوریده ای من بیا ای متکای روزگارم نوازش کن سری شوریده ای من جان نوازش کن سری شوریده ای من نوازش کن سری شوریده ای من سرمد سال 1947 در دهه غزه جماعت دیهات وارو تولد شدند. من اون کس را سال 91 از خردسالی هم میدونستم که سرمد مفتدی شاعر نویسنده بودند. ما مشتاق دیدار استاد سرمد بودیم. سال 1991 بر مکتبی در صف یکم که رفته بودم سال 1992 سال به استاد سرمد می آمدن بر دهه ما دهه زمتود دهه پایان که ما بروکناباد میگوین حوض بروکناباد هستن در همون مکتب ما می آمدن محفل می آرستن. استاد سرمد بسیار انسانی بودن که زمینی بودند. تمام مردم جمع میکردن در گردشان شعرهای دوستانه میگفتند شعرهای عاشقانه میگفتند رقص و سرود میخواندند حتی با اسبابهای موسیقی نواختن هم را دوست می‌داشتند در توی‌های مردم زمتود به استاد سرمد نمیگذشت. حتما استاد سرمد یک سخن میگفتند یک از اشعارشان میگفتند لیکن یک انسان بودند که
به کتاب نویسی و یعنی که اشعارشون رو جمع کرده من حتما کتاب نویسم یا یک کتاب برارم یک مجله برارم، این خیلی نبود. اشعار استاد سرمد رو بعد از وفاتشون دوستپای محمد ناظر جمع کرده، بعد یک کتاب دست دعای مادر گفتید کتابشون بود، اشعارشون بود. حالا هم همین اگر در همون راهی که میگذاری بر سوی غزه میروی در دست طرف راست نگاه کنی، اگر قبر استادم همین یک گورشون یک سنگ مونده است که همون چه که خودشون زمینی هستن اون زمینی هست، یعنی که چی بگم آدم عادی بودن، انسانی کامل بودند. ما تا حال اشعار اون کس در اینجا نیستونه که در خانم تمام کتاباشون در تمام وایشون است که از اشعار این کس ما خوانده آموخته هستیم. اشعارشون بسیار کلام است، اشعاری که درباره گویم که چی بگم بخیر، اشعاری که اکنون بعضی استاد غزلاشون تحلیل کنی اگر به مانند میرزا عبدالقادر بیدل تحلیلش به نهایت دشوار است، معنی های بسیار کلام دارد. یک لحظه در این دل سرا بحری دو
از بس که در برنامه درسی مکتب های میانه شوروی آثار شاعری شهر و معاصر سرمد نبود و در باره او معلومات نداشتم سالهای مکتب. و بعد که پس از مکتب و دانشگاه طبی داخل شدم و اشعاری استاد سرمد را، معنای شعر و غزل او را از حافظان نامدار جمهوری میشنیدم و بعدا و اشعار و نظم او توجه کردم. انا به ترجمه حال سرمد انا توجه کردم. انا خیلی یک شاعری خاکسار و وطن دوست بود، دیار را دوست می داشته است. بعدا به اشعار او توجه نمودم از روی شعر نظم او را که بزرگان زنده می دارند. چند شخصانی معتبر از آن جمله دوستبایف عبدالناظر که غزلیات او را جمع آوردن به همان کتاب شناسیان و آخرین غزلیاتی او که در شکل کلیات سال 2015 به نشر رسیده است توجه نمودم. و از بس که از ترجمه حالی همه سرمد هم باخبر بودم و از جوانی خیلی به یک زندگی واخورده است. تقدیر او یک تقدیری به شاعران کلاسیک خیلی ماننده دارد، چون که او از خردی از مهر پدر محروم گشته است و بعدا که عائله آنها را برادرش شادیبای سرپرستی می نمود و طور فاجعه برادرش ففتیده است و بعدا مادرش ففتیده است. همین غصه ها در دل او بودند و یک شاعری از خودی همچون کلاسیکون ما در غربت و در غصه بوده است و همین شعر وی را وقتی که شدم کتابهایش رو خوندم، آثار او رو سراسر شعر دل اوست و شعر زندگی اوست و واقعیت زندگی رو در بر میگیرد. و غزلیاتش اساسا اثرهای اشعار سرمد اساسا از غزلیات، از رباعی ها و دیگر شکل‌های اسلوبی شعری عبارت بوده است و در شعرهایش بجز از موضوعهای اجتماعی و زندگی واقعی، خصوصا یک سمت شعر او این وطن مادر، چون که انسان از مادر به دنیا می آید، مادر فرزند در بطن مادر پیدا می شود، سپس تولد می شود و تا بایرسان در آغوش مادر به کمال می رسد. دو چیزی به هم خیلی به هم پیوسته است که اینها یکی مادر که انسان را اول تولد و پرستاری می کند، دوم وطن با آغوش می گیرد و هر دوی همین چیز را خیلی در تمام قریب غزلیات و دیگر نمودی نظمی سرمد در بر می گیرد و وطن را خیلی دوست داشتن وطن، حفظ وطن را خیلی پرستش کرده است. دوست داشتن مادر را خیلی پرستش کرده است.
در دلی من آتشی عشقت فروزان باد باد در دلی من آتشی عشقت فروزان باد باد خاطرم با یادی زلفانت پریشان باد باد خاطرم با یادی زلفانت پریشان باد باد ساکنی میخانه عشق تو بودم سالها جام چشمت آرزوی میگسارم باد باد جام چشمت آرزوی میگسارم باد باد عشق را بنگر که ما را چون سخاوت من کرد عشق را بنگر که ما را چون سخاوت من کرد پیل سیر و سرفدایی نامی جانان باد باد پیل سیر و سرفدایی نامی جانان باد باد از کنار چون بهشتی تو نمیگردم رها ای لبات اندر لبانم بو سوارم بابا سرمدیم شب از شرابی بو سهایت مست بود سرمدیم شب از شرابی بو سهایت مست بود دستی او برگردنی اون چهره خندان باد باد دستی او برگردنی
آن چهره خندان باد باد ای لبات اندر لبانم بوسه بارم باد باد چه خوش مادر خدای ما زمین تاجیکستان است، دل ما زاده رودی زرفشان است، درون سینه ما عشقی ختلان است، سری بالای ما کوهی بدخشان است. برای تاجیکستان است، فدای تاجیکستان است. استاد با شعر خود، با گفته های خود هر یک فرد را، هر یک خواننده را وادار می ساختند که وطنش را دوست دارد، خاکش را دوست دارد، تاجیکستان را دوست دارد. بیا ای مادری غم دیده من، قدم هایت بروی دیده من، بیا ای متکای روزگارم، نوازیش کن دلی غم دیده من مادر. زنده باشه، خوش آمده، خوش آمده. خدایا در کجایی مادری من که به تو خالی شد با مادری من، نمیدانم خبر داری نداری، سپیدی زد همه موی سری من، نمیدانم خبر داری نداری، سپیدی زد همه موی سری من. ایا ای مادری غم بر کجایی، ایا دستی نوازشگر کجایی،
سرم اسپید شد مانند شیرم، دلم گم میزند مادر کجایی؟ بگویم مادر صدا کو، مسافر قسمتی خود را دا کن، نشسته بر سری گوری تو سرمه، بخیزا درد و جانش را دوا کن. خدایا در کجای مادری من که به تو خالی شد با مادری من، که به تو خالی شد با مادری من. استادی رفشان روان سرمد شوریده دیل در گفتم ممکن است که در نظمی معاصری تاجیک از نو احیا کرده اند. سازو گودازو تمامی اون امکانات هایی که در شعر فارسی تاجیکی بودند اون که از نو گفتم که زنده کردند و من گفتم میتوانم که بعد از ایشان تورال استادی شوریده سرمد یک مقام خاصی را در ادبیات معاصر تاجیک اشغال کردند. یک دوبایتی و یک غزل خود را ایجاد کردند. آیا ای غزه من باستانی، مکانی اهل درد و راستانی، تو با سرمد که پس از رودکی زاد سزای قصه ها و داستانی، نور معنا در تجلا بود زیروی سرمدم، می درخشید همچو دور از گفتگوی سرمدم. گرچه جسمی پاکی او بنهفته اندر خاک تنگ، سیر روحش می گیرد الهام ز خوی سرمدم. گوش و هوش داشتند اهل معرفت از نظم اوی، مست معنا می شدند از رو بروی سرمدم. صد دریغا کلی دور از حاسدان نبود کنار، کاره بنمود زشتی ها نیز بر نموی سرمدم. چون دمی عیسی شفا بخشیده بود شعری ترش، هر کی اخلاص پروریده گر بگوی سرمدم. از غزل تا بر مسامت بودی دولت خانه اش، دولتی دنیا نبود در جستجوی سرمدم. با معانی گلگونه اندر بروی می اندودش، شرم داشتش حظ ریحان زیتر بوی سرمدم. میزدش با سنگ کم خود را در این زحمت سرای، خاکمالی سجده ها بنموده سوی سرمدم. در جوانی ببریدش هر چند رسمانی امید، سبزیده از خاک گورش آرزوی سرمدم. مو به مو می پرورید در دل غمی اهلی بشر، مردمی بس پروریده مو به موی سرمدم. بس بزرگ همچو همراه زاده عباسی دوست، نقش بست اندر تشنتوی سرمدم. با نوار دلربا ابراهیمی اومل بدان، زم بینمود منظر از ده کوی سرمدم. در بزرگ داشتش محزون با اکای المراد، سر به گردون می کشند از آبروی سرمدم.
در زندگی دو دیده ای بینای من مادران در زندگی دو دیده ای بینای من هستی من شادی من قامتی بالای من هستی من شادی من قامتی بالای من سرفرازم با تو در دنیای خود تا زنده ام سرفرازم با تو در دنیای خود تا زنده ام غیرتی من شهرتی من دولتی دنیای من غیرتی من شهرتی من دولتی دنیای من من که نوشیدم زیرا دی مهری تو آبی حیات من که نوشیدم زیرا دی مهری تو آبی حیات چشمه آبی بقای من دلی دریای من چشمه آبی بقای من دلی دریای من سجدمه آرد به تو سرمدی شورید خاطر سجدمه آرد به تو ای امید زندگی ای گوهری یکتای من ای امید زندگی ای گوهری یکتای من مادری یکتای من مادری یکتای من
شامرودوف علی از دیه زیبان جامعه خلیفه حسن جنگلبان شده کار میکنه. یکی پدری مادرم غزه بابای جمعی شیر، من خودم نمیری جمعی شیر. با استاد سرمد خیلی تواری داشتیم، در تمام معرکه های آمد و رفت داشتیم. بسیار یک آدمی خاکسار، آدمی عادی، همه خیلی یک شاعری خداداد بودن. نمیکن همه وقت کتاباشون و شعراشون و تمام مردم باید خوانند. الهی روحشان شاد باشد، جاشان جنت باشد، قبرشان پرنور باشد.
امروز در سرزمینی پنجکند تاریخی و تمدنی و کوهدامنه‌های بزرگ و بزرگمنشی غزه دیاری سرمد شوریده، سرمد حقیقت، شاعر ممتازی ملت گدامراد، من همچون مرد علمی یوسف بیکوف ابراهیم جان که زاده آن کوه هستم و شاعری درد ملت، شاعری حق بین، حقجو، درویشی حقیقت بود. منی بنده آیدی سرمد قرائت میکنم. دستی ما بردامنی این چرخ گردان میرسد، هاره خاکی که دل دارد به کیهان میرسد. جان جانم ای از بدی دستی بشو بر عالمی نیکی نگر، در سرای زندگی انسان به انسان میرسد. من لاله کی در سری گل ریشه داروست است، از نگاهم چون لیوای حق پرست تا میرسد. جان جانم ای نشین زنبورم، خانه پر اصل دارم، تربیتگری عیشم نیشه به خلندگارم. نشین زنبورم، خانه پر اصل دارم، تربیتگری عیشم نیشه به خلندگارم. شیشه عیشم آسمان نمیگردد، شیشه عیشم آسمان نمیگردد. چون فنا کند دوران سنگ در بغل دارم، چون فنا کند دوران سنگ در بغل دارم.
عمل دارم بگی بچون گنشه کرده ام در این منزل از ابد نمی پرسم دیم و از عذاب دارم ابد نمی ترسم دیم و از عذاب دارم نشینیزم بورم خامک و اصل دارم بیاد کری عشم نیشی بخدم دارم سیدا عصای من با شکست پیوندت آن کجا توانم رفت رهنمای شب دارم آن کجا توانم رفت رهنمای شب دارم نشینی زنبورم آمک و اصل دارم بیاد کری عشم نیشی بخلم دارم بیاد کری عشم نیشی بخلم دارم بیاد کری عشم نیشی بخلم حقیقت در دل فردی بزرگ است حقیقت لایه مردی بزرگ است حقیقت روبروی با دل نآید حقیقت زاده دردی بزرگ است
حال ذکر است که همدیهگان استاد سرمد ساکنان دهه غزه پیوسته از این مردی نکونام به نیکی یاد میکنند. در معرکه ها، نشست های گوناگون آنها سرمد را یک شاعری زنده یاد به زبان می آورند و پیوندان و عزیزانشان پیوسته از اشعار سرمد شعرها قرائت می کنند. عقلها پیچیده تر شد در معمای وجود، سینه ها پرشورتر شد در نواهای هست و بود. آفتابی زندگی آفر مسافر قسمت است، با سری تنها مسافر قسمت است. گر زمین ما را تلاش و فطرتی خود جوی داد، آسمانی سحرگر مرغ خیالی ما را بود. از دلی ها که نهادن عشق آمد گر پدید، آسمانی فیروز و فرشید شد به زیر منبرش. ای نور مطلق بر دلم، از کبریا خوش آمدی. در سینه غمبار من مهر خدا خوش آمدی. ای نور مطلق بر دلم، از کبریا خوش آمدی. بر گوش جانم نغمه ها از ساز ارشد میرسد. ای رامشی گردون شکر، از بحر ما خوش آمدی. ای رامشی گردون شکر، از بحر ما خوش آمدی. روشنگری افکار من، داننده اسرار من، مشکل کشای کار من. عقلی رسا خوش آمدی، عقلی رسا خوش آمدی. دردی مرا اندر عدم جزء تبابت گر نبود. دردی مرا اندر عدم جزء تبابت گر نبود. در بستری هستی منم، بحری دوا خوش آمدی. در بستری هستی منم، بحری دوا خوش آمدی. سرمد جهان دل خانه بود، بی دل جهان
سرمد جهان دل خانه بود بی دل جهان ویرانه بود یک لحظه در این دل سرا بحری دعا خوش آمدی یک لحظه در این دل سرا بحری دعا خوش آمدی در سینه غمبار من مهری خدا خوش آمدی ای نور مطلق بر دلم از کبریا خوش آمدی از کبریا خوش آمدی از کبریا خوش آمدی از کبریا خوش آمدی سرواده های خواندم از دفتری دیوان سم بس ناله ها بشنیدم از سینه نالان سم من مادر و غمهاش را چون با فیغان دادم به خاک در لحظه بی مادری سر ماندم بر دامان سم دست نوازشگر نبود باد صبایم گیله کرد نان یتیمی خوردم در روی دسترخوان سم. واقعا نام سرمد در ادبیات معاصر تاجیک با حرفهای طلایی ثبت شده است و امروزیان و آیندگان از این شاعر نامور همیشه با افتخار و ذکر خیر یاد میکنند.